محترم جوابگر خودتون رو معرفی کنید. کریم بفیلهم کرامت اللهیویچ. خیلی خوب. سال تولد 1985. میدونید برای شما گوناگون گرفته شده؟ نمیدونید؟ من با شما یک بار دیگر میگم. از روی ماده 374 قسم 1 خودسرانه ترک کردن قسم حربی یا محله خدمت همچنین بدون سبب‌های عذرناک سر وقت برنگشتن به خدمت پس از رخصتی یا از قسم حربی رخصتی مهنتی هنگام تعیین کردن یا گذراندن بر جای دیگر به خدمت یا با دیگر خدمت گذراندن یا از سفر خدمتی برنگشتن یا اینکه از مؤسسه‌های طبابتی که زیاده از 3 شبانه روز ولی نه زیاده از 10 شبانه روز در بر میگیرد از جمله خدمتچیان حربی که طبق دعوت خدمت میکنند اینچنین سرکشی کردن از خدمت به همین ملت برای پیشکش نمودن حجت‌های قلمکی یا شکل‌های دیگری فیدیم ما میتوانیم که با نگاه داشتن در قسم حربی انتظامی با ملت تا 1 سال جزا اعلام کنیم به شما به این چی میگید؟ خش محترم سودیا زیر حمایتگری من بگذار به سوابق‌های شما خودش رو بیام. خیلی خوب. خش جوابگر سبب چی؟ برای چی شما از خدمت حربی گریختید؟ یعنی سرکشی کردید؟ ما خدمت حربی نگرفتیم اکا. چه خیلی نگریختید؟ ما 7 ماه 100% خدمت کردیم. مردک باری 7 ماه خدمت کردیم اکا. 7 ماه 100% خدمت کردن نمیشه. میدونه چی؟ چی؟ باید که 2 سال بعد مردانه‌وار خدمت کنید. از شما 7 ماه خدمت کردید. مجبور شدیم اکا. یه زیرواری شده اونجا؟ نه. گرسنه ماندی؟ نه. خوراک می‌خوردی؟ 4 بار خوراک بخوردیم. 4 بار. خش سر لباس چی بود؟ 100%. خوب بود. چی بعد گریختید؟ بخون رفتیم. سودیا اونجا هر شب توی بود. چه توی؟ ساده‌تر فهمونی؟ در اون قسم نظامی ما هر شب توی بود. ساده‌تر کرده فهمونی چه توی؟ چه در قسم نظامی توی بود است؟ توی تشکیل میشه. همین ساعتی دم بشه کماندیر بعد در اون کازرمان میدان آمد میگفت که روتا ادبور ساعت 10 روز؟ در شب. درست. قاعده بعد از ساعت 10 همه سربازان باید استراحت کنن. یعنی که راحت کنه لکه. بله بعد نیم ساعت بعد چاپ دیم بل می اومد. چی؟ کی نمیاد؟ مسافر بیریش. یعنی سابقه دارم. سربازان سابقه دارم. خوش. میرمان میگفت که روتا پیوم. بعد میگه انا که برادرم توی سرشی. چی خیلی توی ساده‌تر کرده گپ زن؟ یک سرباز میگه برادر خود طاوله دایره مینوازی. یک سرباز دیگر میگه خود حافظی میکنی. یک سرباز دیگر میگه دو درجون خود شهبچه میشه. یک سرباز دیگر میگه خود عروس. چی؟ عروس. چی عروس؟ های یک از حافظ شد، یک از دایرچی شد، یک نفر دیگر شاه شدن، یک نفر دیگر کلیم عروس شدن. از شما چی در دارید گرفتید؟ شما چی مجبور کردید گرفتید شما؟ یک موزه رزبری 57 سمت میدن میگه در سر کتف ماما امی توی سیومکا بکن. چیکار کنم؟ سیومکا بنوار. بنوار گیر. این بهانه شده نمیتواند که شما باعث گریختن شما از قسم حربی شود. هم دیدید؟ خیلی با حاضر تنظیم همون موزه میگه من کرس موزه میگه که سربازان میکشن. همه چند گرم وزن دارد؟ 300 گرم وزن دارد. باز با بالای همه تنظیم است. مشکل نیست 3 ساعت همون موزه 300 گرمه من انتی کردم 3 ساعت مشکل نمیشه. این دردی بخیر افیق سونیا بس همشان 14 میلی نامرد میآید. میگم جا توی دمیشب کی بود؟ میگم ما. میگه توی کی بنوار گرفت؟ میگم من اکا. میگه اکا دیست که توی میاد تماشا کنه. چی گفت؟ دیست که توی میاد تماشا کنه.
شهر بودم که درآمدان تو را کنید شما را نکردید ها برادر هم میبریم جون از جون بشین خاید شما کار دارید ما هم کار داریم آخه آره فهمیدم ما نکن ما میبینیم همه دیلک شد عقلم در او دیلک شد میگه مشتاق شد اگه ما آدم کارتوشکا نکو خب شهر بودم که درآمدان تو نخی همین دیدی که جون از با کجا خود ما بازار همین رفتیم چوکی نباشه سوار نشه تمام نمیخواد پرابلم یکا سوار نشه یه پاک نکن چی پاک آخه کا یه تو کار داری من کار ندارم نه خواهد همین را دیگه مشروط کن نیست هست دو ساعت شد کراننده آدم داری با چی آدم میگیری آخی اکی هم ریسک روزی آدم چی سوار شدی یه بار بود اگه دو بار بود اگه خودی که شما هم کار دارید من کار ندارم اما چند نفس گیر شدیم مخم دیدید که تو او همین راه ده همین یک تایم مشروط ما توقع بوده کو زنه که هوشش یه خورا چیز پاک خودم شب فرات کو این آقی نه سوادی پخته تا رفتیم آخر درآمد با حامد زوری من زر نکردم دیلک شد تو هم میریم او دیلک شد میگه مشتاق شد کردن نشود این تنگم برای 6 نفر خیتویی آدمای خراب برای 10 نفر تاجیکی بزبله گفته که نه همین گاز ایسوف دوره نداره یه بار گاز همین راست میگن اخ یه شما هم صد که آدم شدی اما چه زنه نفس گیر شد که هوا نداره اومده پیش تیزن محکم کرده حاضی من هوا نفس گیرید حاضی من هوا میدرونه کنی آدی که کلون با عقل 30 سال یک جدا رایسته ای با نمیدونم حیات های دیگه است حاضی من زنه که حامله دار به جا میوم ولی جای نقل میوم وای بد آخی من این سویسته شما را بگید کاری کاری اکا همیشه جای گامزنی نکن خدا دو جانه با تلفن تا برو برد اینو هم خمدنی هست یا آدم قپیدم یفتم قرض دارد بود تو هم کمی کاری نمیوی کو قرض دارد چند قد شد کافسادی نمیوی کو من یفتم قطی من همون مشت رقم 13 برفته ایستاده لوی راه برو حوزه اصلا که پس میرسه میقپی حوزی بخیودم مایلش دفعه اکا شفرم جا جمان کن گذاشت فورا گذاشت یک بانک من ده هم جمان کنم همجا کیست همجا من راست رو یگان جو من نکن راست رو یگان جو نمی راست میرد کن چه کردی خدا چی را واقعی چی ما رسیدیم جای کار فروید مکه باش موشی اكو هاي كنجيرة هم قرضونتي خوش آمدید جیرا جانی من خوش آمدید من امروز کارکو از شما سر میکنیم سلامت باشید. خوش بوری اول اکا جان بوری هیچ اول گپ نیست همه بوری اول بعد آستا آموخته میشه اما کسی اویلوی ای دندان کنی میترسیم میترسه از دکتری دندان میرسی یا که از ینگا بیستو میترسید نه اول ینگا بعد از دکتر اون من باید که شما نترسید جیرا جانی من حاضر مسال میشه درد میکنم می چند قدر شد عذاب میتید خیلی چند تاش در میکنه کنی آگی آی کلانگی آخه شما دکتره یا که معلم برای چی؟ آخه حرف میاد داده است من میخوام که دندانش میفهمم همه طرف فهمم درد نی کدامش درد میکنه؟ تاش این طرف اون طرف کنی؟ واو دهان یا آخر میاد دهانشون پوری خست خوشاکو سالاد خوردم سالاد نیه پچک کسا بینید؟ خوریش گویی؟ حولم زبان عبدی توجیکه نمیدونیدی آقای دکتر
اون نوبت نمیرسد 2 ساعت شد. طاقت کنید شما مخیه نبین ما آدم دورم طاقت کنید آب نیستم. بزرگه آب نیستم. کنی؟ کنی؟ آی وای 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 سنگ داشت است ها؟ در کار در میکنم ترس تون دیو خیه مگر این بعد دو دوای خودتون من خود رفته خودم خانم خیه که دو دوای میگوید که در کوباری همه در میکنم ترس تون دیو خیه چی بود دو دوای میگوید شما خیه در میکنه کنی؟ کاری استاشا بینم کنی من دندان شما هر یک سنگ یک تا امارت با حشمت ساختم ممکن فکر میکنم این دهان شما شاکه دندانشوی اومد دیدگی نیستن چی کارشی بکنه نکرد؟ چی باید کرد نکرد؟ اکو یک توده میکنیم جیری من باشی حالا بعد یک خلاصه رو میبینی این چی اکا؟ این چی؟ بیا بگو سکر دکتر خوش میکنه مکا خوش میکنه مکا من درم اختم کن کنی؟ اگر چی دستی من میدارد شما عجیب آدم بده دیگه اکو دکتر شما تو وای من میکنی آخی اما یه سنگاش گیرم آخی چون که دادی تو؟ اکا امبورا بیا این چی اکا؟ این چی اکا؟ اینش امبور امبور؟ من اکا نکد میترسم اکا نترس؟ خیلی اکا نه ترس دادار دیده بین هوپا هوپا که میگیره دیگه وای خدا درک نمیو بیا کنی؟ انگو؟ کدومش گیرم وای گیرم اینه کدومش گیرم کدومش بیست در چی بدم؟ درش اکا درد میکنم این طرفش درد بیا میکنم رفتی اوست اکا آنی اکا؟ آنی اکا؟ های کنی؟ کنی؟ انا رفتیم کنی؟ انا بای؟ انا یه؟ اکا استانه نکنی اکا انا همیخی منم تمام چی دو وای میگی خب بهوده؟ دو وای میگی پیش گیره که چند میشید اکا؟ 50 سو؟ 50 سومان 50 سومان؟ بله نک درد کد اکا تو چند دقیقه میستم؟ تو بگه؟ یک تو بگه بعد خودش در آستا خودش ساخته چیده میره من نوبتی کیه؟ یا بچه بیا بیای بچه وای بخشش کمک خطا شده است 50 سوم نبوده است چند سو؟ 250 سوم شده است حاجی 50 سومان بود یک بار 250 سومان کد یکا حاضر 50 سوم یک وقتی دادوای بهوده کردید عراس کردید کلینتون همه گریخته برفتن هیچ کیم نمانده است انا برای همین او شعر با وستنوید میکنید میخواید نمیخواید 250 سومان نه محترم رجب سیروشین اسایریش ما اینجا به خلاصه آمدیم دوزنگی شما اثبات کرده نشد شما آزاد می توانید به نزد زنتون روید آزاد؟ بله هزار رحمت اکا جان نمیارزد بسیار خبری خوش گفته اثبات نشدن تو زندگی نیست نه می توانید تو زندگی من اثبات نشدن فاش نشدن نه رحمت کلام یک سوال داشتم خب مرحمت میگفته به نزد کدامش روم چه خیلی به نزد کدامیش آخر به نزد یکمش یا دویمش
و علیکم السلام. من وقت چهره کشوده، لبانی پر از خنده، چشمانی شعله مانند. آفرین. رحمت. سلامتی ها؟ همه ناس فرزندو. همه خوب زندگی همه سخت. خدا شکر. شکایت نیست. خنده تزن. آفرین. احسن شما برای این کارگر. من یک بابولو می روم حتما. خب سلامت باشید. سلامت باشید. رئیس جون شما رو ساعت چند از خواب بیدار کنم؟ خیریت که خاطر رسان کردید. تشکر تشکر. ساعت 8 من مجلس دارم. ساعت 7 سلطنت خان حتما مرا بیدار کنید. پیش از بیدار کردن شما باید از بری روی من حتما یک چوباکی یعنی که بوسه کنید وگرنه من بیدار شده نمیتونم. گپ نیست رئیس جون. 1 ساعت پس نوبت بابای قاسم می شود. حتما می رسونم. سلام علیکم. سلام علیکم. چه خیلی اکا چه خیلی سلامتی اکاتون در خونه مادرتون حجت با من پیش. رفیق سردار شما نه سلامتی خب یگون گناه ندارم رفیق سردار من میاروی 80 رفیق سردار همین ما چی خطا کردیم که مرا من کردی خودت شد همون یگون پرابلم نیست پاساژیران چی هویست اومده استاد مکه هویست اومده مکه پاساژیران محترم شما میتونید که هویست در جای خودتون شید من برونم گپ دارم تمام یا برادرای ما وقتی که برادر کی میفروє برادرو میفروє نکه یگون پرابلم نیست اکا احترام من خوش میگم حجت رو پیشش نکن اکا مور این یگون پرابلم نیست حجت ما 100% ما راست میریم راست میریم خب میبخشی من صورت با سیرتتون توغری نمیشه نه برادری خیلی نمیشه صورت دیگر سیرت خیلی تمام اکا سلامت باش اکا جون گپ نزن الا بای ما چی باکا تو چی بقى سیر گپ تو چی بقى بسیار گپ بزنی ها خیلی ماب کدی آخی خواهش میکنم اکا جون اکا یک بسیار گپ نزن ما گپ ما گپ زنم آخی شما شینتون آخی ما شمال خوریم رو اومدیم رفیق سردار در لب دریا ورزا بخورن شما گپ بزنید دیروز یک تا دیگه شما کردم روی تعمیر طلب بود من میگم حجتا کردیم میگه که اگر ما حجت می‌داشتیم به همین راه میگشتیم خیر راست آخی همین گپ می خیر راست اکا خیر راست با یک تا دیگه دیر مسخره با مسخره میکنن میگم تو همین چراغک سرخ ندیدی میگه چراغک سرخ دیدم لیکن کماندر یکی شما رو من ندیدم خیلی همین خیلی مشاکل نه که ما مردم یگان گناه نداریم راستی که رفیق سردار ما همیشه پدرمون رو نصیحت کرده که در روی راست بیا که ما یگان پرابلم نداریم اکا جون ها که التماس خواهش میکنم برادر عزیز ما کور داریم خونه برادر بریم با چیز میایم اکا تو نوشیدگی وجدان انسانی ما نمی‌نوشیم اکا رفیق سردار حیاتشتا شیشه را خمیدگی نیست رفیق سردار من نوشاکی ها سپریده را عموما با پیش دهن من نمیبرم وجدان انسانی ما نمی‌نوشیم اکا ما طبیعتا رو بخیله کردم از دهنت بوی عرق ما نیست وجدان انسانی نمی‌نوشیم اکا ما بزرگ سوداگرم خطی همین مشتری صحبت بگه چک بکنیم اکا ما فقط هم خیلی گپ بزنیم وقتی که خطی مشتری رو گپ بزنیم دهنمون گرم میشه عرق میکنه السلام علیکم و علیکم السلام السلام علیکم و علیکم السلام پدرم سلام تون گفتم شاگرد نکنن گپ این خدمات پدر و مادر این لحظه با خانه با مانید فراموش کنید نکنن وقتی امتحان نکنن راست گپ استاد من نمیشناسم خوش کن تیاری چی خیلی شب تا سر خانه من کس با تو شما دوست میداری؟ دوست ندارم باید چی خواهد شد؟ دختر
بایتوری بایتور آفرین بایتوری بایطور یعنی که دکتری حیوانات شدم من فهمیدم خیلی خوب خیلی خوب تایاری چی خیلی میشود نقد دیدی شب نه شب تو سر فقط خواندم آفرین مرحمت کنی یکتا چیده آخر کلوشم گیرم اکید خانی اوچت ده استاد دادر این که از استاد پروفسور دکتر یک بار رفتیم نرفتیم گناهگار کردی کار که اکا کردی امیرا بگیرم نمیدونم که اینجا کتابازی نیاخی همین یک چه خب یک چه میگیری همین چه گرفتی گیر تو گرفتم جهل من نبیار من بلیتی چند بلیتی ها 5 سواد نداری بلیت 5 قیت نمیاری بلیت 5 سوال یکم معلومات درباره گوسپند نفهمیدم. گوسپند کی گوسپند خودش حیوانی بعضی گوسپندها شاخ دارن بعضی گوسپندها شاخ ندارن گوسپند تقریبا یک 40 کیلو گوشت بکنه گوسپند چند کیلو؟ 40 کیلو 50 کیلو ممکن گوسپندهای ساری گاناگا 110 کیلو هم میکنن. تشکر معلم تشکر گوسپند معمول خیلی کنه خلاف نیست میشه گوسپند میکنه بعد کم کم روان داره در ترکیب گوسپند پشم بسیاره کنه پشم است کو حالا در ترکیب پشم گوسپند اگر ببینی در اونجا کیک بسیار دیده میشود انا کیک چه بیشتر دیگه میشه کیک انا یعنی عموما گوسپند پشم گوسپند بسیار زیاده پشم گوسپند بسیار مفید است برای جمعیت مفید است از پشم گوسپند چی تیار میکنیم؟ بولیش تیار میکنیم بالیش نیه پچک نمک گلیم انا جلو گوسپند انا اگر ما دیده باریم در درون پشم گوسپند انا کیک پیدا می کیک زندگی میکنه کیک انا کیک حشرات معده خونمک که بسیار کشتن دشواره در جسم شیرخوارها پرنده و آدمان زندگی میکنند کیک خون حیوانات گوناگون و مثل گربه خر گاو بقه سخیر خیز و غیره را مکیده بعضا انگیزه های یک نمود بیماری های خطرناک را در بین مردم پهن میکنند اگر به دستت امخیلی چند برای نگاه کنی کیک نمیموند و دینگز کرده میپرد یه شوره معلم یا چی گپ داره سوال دوم رو بینید کیک ما درباره گوسپند بپرسید کیک سوال داریم درباره شتور ها اشتور نه زبان جوانو نمیخونم زبان نابی تاجیکه خراب کردگی آی ابدی گفتن ابدی استاد ادبی بخشش عصبی کرد ادبی گفتن درباره شتور اشتور نه شتور درباره شتور و زندگی نامه درباره شتور و اهمیت آن در جمعیت امروزه فهمیدم انا شتور معلوم شتور پشم کم داره معلم شتور نه شتور هم حیوان است معلم شتور در بیابان ها زندگی میکنه شتور قدش بلنده گردنش دراز است بلند نه قدش بلند نه قدش بلند و در بالای شتور دو تا خیلی کلوت تو چی به لحجه که دیگر میزنی؟ و 10 بار بودم ابدی گفتن با زبان روسی و یک گرموش کنید مونه چی مهم گرمش کتون کردی انا تا دو تا کوکوز این بالاش هست بالای دوتا چی؟ کوکو کوهون کوهان خیلی در درون اون کوه اوای آونی چی؟ گرهن چرم است چرم خیلی روان خیلی اومختش میگم در وقت تشنگی اگر باید نباشد آب نباشد استفاده میبره ایمو کلوت نیه لحجه که دیگر نزن ابدی گفتن بگم که شتورم در پوست شتورم پشم دیده میشود کش در درون پشم یک اگر ببینی در درون پشم کیک هم دیده میشود انا کیک حشرات معده خونمکی بسیار کشتن دشوار است در جسم شیرخوارها پرنده ها و آدمان زندگی میکنند انا کیک خون حیوانات گوناگون به مثل گربه انا کلموش انا خیز بقه گاو خر انا سخیر سور و غیره را مکیده بعضا انگیزه های یخطور بیماری های خطرناک را در بین مردم در بین آدمان پهن میکند شد یک کلم داری نداری خیلی آدم شدیه اوه برادر همه چه بوده کی با میزنی تو خودت کی نداری بی تو
پروفسور وقتی خالیش بسیار که آمده برمونه که کنم یک کنگی تو ایستادن ساعت ها گوش میکنن بعد یک دومونه برای دومونه رجابتی دادی یک سال ایلوگی میدیم استاد. ما درباره چی میپرسیم تو درباره چی شرط داده ایستاده استاد اینجا بیا ما من همراه استاد خلاصه آمدیم یک سوالی ایلوگی من بلیتا بلیت شد استاد خش کنی درباره ماهی با ما یک معلوماتی آفرین استاد. درباره ماهی. تردش خونه دار پس ماهی میدونی ماهی چی؟ چی ماهی؟ ماهی پش نداره. خیلی یک انا پش نداره انا قندت خورو قندت خورو که ماهی با آمخته کن چست با نکنم انا من میگم آفرین گپ نداره ماهی درباره ماهی و فایده ماهی در جمعیت کیک در آب زندگی میکنه. کیک نه او ماهی در آب زندگی میکنه. انا که سر و کلابش گم کنه ایستاده ماهی در آب زندگی میکنه. خش ماهی معلم نیتری میره. این نیتری نمیره ماهی شینا میکنه منم خیلی شینا میکنم. در بحر ماهی ها بسیار دیده میشود. درست ماهی هم معلم چند هزار نمودهای ماهی موجودن معلم. هزارها. ماهی هم لخمایی میشود، سزن میشود، ماهی میشود. ماهی اگر آب براری که معلم ماهی میمبره. محبت را زی ماهی باید آمو که از آبش برون آری بمیره. اینجا شایری نکن معلوماتی بیشتر وقتی که ماهی رو میخواه که معلم وقتی که ماهی رو میخواه ایدست پریتس کردن میپرد که لحظانه که رنگ کیک میپرد ایدست رنگ چی؟ رنگ کیک انا کیک اشارت مایده خومه که کشتنش بسیار دشوارن در جسم شیرخوارها و پرنده ها و آدم ها زندگی میکنن کیک خون حیوانات گوناگون بماند خیز گربه سگیر مور خر انا در آمده انا یک قطار بیماره های انا خوفناک رو انا در بین مردم پهن میکنه خون حیوانات گوناگون رو و مثل گربه خرگوش سگیر خون خر مار رو مکیده بعضا انگیزه های انا یک قطار بیماره های خوفناک رو در بین مردم پهن میکنه کیک اشاره بالا زنه دوات توی با کیکتا نسبتان کیکوف چی؟ کیکوف دیگر جواب هستن یک کتک میگم یک کلان میگم تا برای نقلیات به هستن صدمه میشه دوخی همش دانش نیست برده آهنگرا با فروختگی کدومی فهمیدید می اینجا یک کلان میغلطه یک خورده کک میغلطه دوخی بعد چی میشه نکن خیلی چقر بوده بعد راههای نقلیات گذر بهم هست اونجا ده یگون کس هسته؟ کجا من نمیدونم کی هست اینجا با بیا آواز ببینی و عکس داد صدا میتیده؟ بیا یک بار هی گویم کو هی واه دیدی آواز کلیش ما استاد دیدی جرانگست میکنه کلیش ما آوازشون مرغوله دار رو یه بار دیگر کنی یک سال خطی زنم چی؟ پرت گویا که آواز میسته برکم چه بجا ناشرگی سری کلن روز متهمی کبرا را ساز کرم بخلا
بچه یادم خیلی تو آتا گفته هستید که دل میخونه یه برو که دیگه برو میگه خیلی تو گپ دان شدیه وای بچه خوش ریچه بگه تو پفچی بگه تو چی داداشه کن یه برو که دیگه کن یه برو که دیگه اکو شهر نکن یه برو خان خود بیا جد گریه داری خواهد همه خیره چی گفته؟ چی با گریه میکنی؟ چرا تو نبینی؟ جیانت نه یا بچه مایدکیت بده من اینه این روزایی که اتوال خونه برآورده بودیم که باید بخوشم وی خوش ریچه میجازی چی خوش ریچه که انا رفتم 5 سال شد کجا دوزی؟ او چین رفت همراه مدرسه خطای برفتن این کسا چق میکنه صحبت داره نه؟ بعد میکنیم نامشون ایوات شد جون خون بود که جون خون شد جون خون 5 بعد در آمدن اکو بیادی پدر همین خسته رو چه خونده گرایی که دست که باید کسا من بسیار پس موت شده گمه بگو خیلی گیره نکه فرزند برادر فرزند جیگر اینه که به هر حال یا بمول اما کیاش تماشا کنه بگو پس خواهش کنم نیها بگیم جون خون امکش یاد هلو یا باره که دیگه خواهد نیها جون خون از میخواند تو ادونه سم تو امر خنگر اکرمی آرتی نهیمون تو ادونه سم تو امر خنگر اکرمی السلام علیکم نازی سوزی تیجین سلامتی تو نازی تنجین خوبین مرمت تمام بگیریم بیل داریم کدبان داریم شوخین داریم همه اولاتی مهنتی خانواده را همش داریم سلامت باشه سلام گفته مردک که این کدبان چند پول بده یکو گفته مردک چند نمود کدبان داریم اینا کدبانش هم این 50 سومان 50 سومان واه آدم خواهی یک کدبان اکو 50 سومان فروشیه خیلی نرخش 50 سومان هم آدم ترش که گفته مردک ما کی 50 سومانو نرخی نیست ولی 50 سومان داده ترور تونون میتونه بگی قیمتی بعد ارزون ترش که این آهن تاجیکی هست سخته یک عمر خدمت میکنه اینا ببین این خیتای که اومده علکه استفاده نبرده شکستگی گفتم که همکی همین 50 سومان میشه دیگه همین نرخ آخرانش همین اگه ارزونش که گفته آمده چکا میکنه آخی کباب کردینه که تو نمی چسبک بده بخدا همین گفته مرده کباب کردی آخی همین برای همین کم بغل همین چند پول میشه واکو نرخ همین نرخ آخرانش همین نرخ آخرانش برای شما کم بغل 50 سومان باید همین کدبانه در همین سرش بزنه در حسابتان 300 سومانی مبلغ دارید اکا 150 سومانی هست نمیدید سلام علیکم اما کی شدی چه سلام علیکم سلام علیکم نازی چه سلامت هیچ کی اما کی شدی چه
گوسپند در کجا میبری؟ پیش همه کس رو پیش همه کس رو نفهمیدم گوسپند در کجا میبری؟ شما در کجا گوسپند دیدید؟ اینه گوسپند؟ اوی یک کلا گوسپند شما چیما؟ نخواهم گوسپند باشد این دیپلم معلومات گوسپند ها دانشگاه و خوانده استاده است اوه سلام را 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 لا 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 لا. السلام علیکم سرجانت بازرسی دولت اتومبیل ناظری راهنمایانوف یه پول میدی همت اگر تو مستی نکنی رم 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 سر در هوسی گریز پایی نکنی رم 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 یک پالیچو دست بازی کنیم هر دویم رم 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 هی خوش با شما یک ایراد و یک سوال دارم ایراد؟ بله ایراد یکی من همین که شما با این ماشین افلاساتون نمیتونید که به شهر دوشنبه در آمده حسن شهری ما را کاسته گردانید فهمو؟ فهمیدید؟ خودتون آلفته ستنگ ماشینتون بسیار بسیار چرکین انا اکنون سوال دیمی من برای شما تسمچه بی خطره نبستید؟ کنی به سوال من جواب دید؟ تصمیم بی خطری؟ بله کنی مرحمت به سوال جواب دید تستر و زودتر